تو این ویدیو میخوام یه کورس 3 ماهه به کسایی یاد بدم که حال دلشون خوب نیست. وقتی میگم حال دلش خوب نیست یعنی حالا به هر دلیلی افسردگی گرفته، رابطه عاطفیش رو به هم زده یا شغلش رو از دست داده. به هر حال یه اتفاقی تو زندگیش افتاده که الان حالش خوب نیست. اگه شما یکی از اون آدم‌ها هستین، این ویدیو مال شماست. میخوام چند تا روش بهت یاد بدم که اینها روی خود من کار کرده. اسمش رو میذارم 3 ماهه. به خاطر اینکه من معتقدم اون کارهاییه که برای تو جواب میده و به لایف استایل و به زندگی تو میخوره و کاریه که واقعا حالت رو بهتر میکنه. من یک سری از این کارها رو بهتون میگم که توی این 3 ماه انجام بدین. دلیلش هم اینه که تمام اینها کارهای خوبی هستن. تمام اینها چیزهایی هستن که حتی اگه به درد لایف استایل تو نخوره، حتی اگه چیزی باشه که لزوما قرار نیستش که تا آخر عمرت توی لایف استایل تو باشه، انجام دادنش توی 3 ماه به قدری حالت رو خوب میکنه که 3 ماه دیگه میای زیر همین ویدیو برای من کامنت میذاری، میگی دستت درد نکنه، حالم بهتر شد. اینقدر مطمئنم. خب خودکار و کاغذت رو بیار، این چیزهایی که دارم بهت میگم رو یادداشت کن و از همین امروز شروع کن. این کاری که دارم بهت میگم یه کار 3 ماهه هستش. میخوام توی 3 ماه این کارها رو انجام بدی. یعنی برای یک فصل باشه. نمیخوام منتظر بمونی فصل پاییز تموم بشه برای زمستون این کارها رو بکنی. میخوام از الان به مدت 3 ماه این کارها رو انجام بدی. مورد اولی که میخوام بهتون بگم، خیلی احتمالاً بهتون گفتم. اولین باری نیست که میشنوین، ولی قسمت اول این دوره 3 ماه هست که باید برای خودت انجام بدی. صبح زود از خواب بیدار شو. همین. اگه که عزیزی رو از دست دادی و احساس میکنی که زندگی برات هیچ هدفی نداره، اگه عشقت تو رو ترک کرده، اگه بیپولی، اگه به خودکشی فکر میکنی، اگه امیدت رو از دست دادی، فکر میکنی زندگی کردن کلاً فایده ای نداره، چه برسه به اینکه بخوای صبح زود بیدار شی، باز هم توجیه مناسبی نیستش به نظر من. حتی اگه اون روز هیچ کاری نداری که انجام بدی، احساس میکنی هیچ کس قرار نیست بهت زنگ بزنه، احساس میکنی جایی قرار نیست بری، کسی خونه منتظرت نیست، کسی بیرون منتظرت نیست، قرار نیست جایی پول در بیاری. اگه توی پایین ترین حالت روحی قرار داری، باز هم صبح زود از خواب بیدار شو. در واقع ازت میخوام یه برنامه بنویسی. نمیخوام پوشت بکنم برای خودت یه برنامه الکی درست بکنی، ولی میخوام یه برنامه برای خودت بذاری. مثلا بنویس من هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشم و من هر شب ساعت 10 باید بخوابم. 3 ماه همین کار رو بکن. ازت خواهش میکنم. حالا اون ساعته بر حسب زندگی تو و لایف استایل تو ممکنه تغییر بکنه، ولی تا جایی که ممکنه سعی کن که صبح زود از خواب بیدار بشی. مگه اینکه شیفت شبی و اینها که این زندگی توه و نمیشه کاریش کرد، ولی سعی کن ساعت خواب و ساعت بیداریت به صورت مرتب و برنامه ریزی شده پیش بره. مورد دومش هم خیلی راحته. نیم ساعت در روز میخوام ازت که ورزش بکنی. ببین من میدونم تمام اینها به نظرت خیلی عجیب و غریب میاد. به نظرت چیزای تکراری هستش، چیزای کلیشه‌ای هستش، ولی من دارم بهت یه روتین کلی میدم. من دارم برات برنامه مینویسم. باید بری پول بدی که برنامه نویسا برات برنامه بنویسن. من دارم برات برنامه مینویسم. گوش بده. حالت خوب میشه بعد از 3 ماه. ازت خواهش میکنم که گوش بده. این نیم ساعتی که باید ورزش کنی، میتونی انتخاب کنی که برقصی یا یوگا کار کنی یا پیلاتس کنی یا بری باشگاه یا راه بری یا بدوی. هیچ فرقی نمیکنه. فقط نیم ساعت تکون بخور. هر روز نیم ساعت ورزش کن بدون هیچ بهونه‌ای. یه کار دیگه که میکنی، از خونه میری بیرون و هر 3 روز یه بار برای خودت میوه تازه میخری. تو باید هر روز یه وعده میوه تازه بخوری. میوه هم هر چی که دوست داری، هر چقدر که وسعت میرسه. وسعت میرسه که فقط سیب باشه، همون سیب رو بخور. وسعت میرسه که سیب رو نصف کنی، نصفش رو بخور، فقط تازه باشه. اینو میتونی یا صبحا بخوری یا غروب بخوری. کار بعدی که باید انجام بدی اینه که صبح که از خواب بیدار میشی، قبل از هر کاری آب بخور. یعنی چشمت که باز شد آب بخور. یه چیز دیگه ای که میخوام انجام بدی برای 3 ماه هر روز دوش گرفتنه. از خواب که بیدار میشی دوش بگیر بدون هیچ بهونه‌ای. این دوش گرفتن باید با بقیه دوش گرفتن‌هات فرق داشته باشه و تو باید هر روز 1 درجه آب رو سردتر کنی. اصولش اینه که دوش آب سرد بگیری، ولی من نمیخوام یه دفعه بری زیر دوش آب سرد. میخوام اندازه‌ای که توانت هست و بدنت میتونه تحمل کنه شروع کنی، ولی آروم آروم سرد و سردتر بشه. یعنی متعهد بشی که این سرد بشه.
سعی کن توی این 3 ماه خیلی بیشتر از مواقعی که حرف میزدی حرف بزنی و خیلی بیشتر از مواقعی که گوش میدادی گوش بدی. اگه آدم تنهایی هستی به صداها گوش بده. توی مسیری که داری میری به آدمها گوش بده. با مدل حرف زدنشون، به خواسته هاشون، به تون صداشون موقعی که حرف میزنن. گوش بده. با آدمها گوش بده. فقط 3 ماه. بهت قول میدم توی تک تک آدم‌هایی که داری بهشون گوش میدی یه بعد جدیدی ازشون رو کشف میکنی. یه بعد جدیدی که شاید بعد از شناخت اون بعد بیشتر ازشون بدت بیاد یا نه ازشون خوشت بیاد. صداها تو رو به یه بعد دیگه ای از زندگی وارد میکنن. صداها در سکوت مطلق یه جور مدیتیشن محسوب میشن. به صداها گوش بده. به حرف آدم‌ها گوش بده. اینقدر شناختن آدم‌ها لذت بخشه، درست مثل تماشای یک فیلم یا سریال میمونه. با این تفاوت که تو داری واقعیت رو لمس میکنی. توی دنیای واقعی، توی فیلم واقعی که تو نقش اصلیش هستی، داری کاراکترها رو میشناسی و یواش یواش همه چیز برات ملموس‌تر میشه. زندگی برات ملموس‌تر میشه. احساسات برات مشخص‌تر میشه. همه چیز برات شفاف‌تر میشه. فقط 3 ماه این کار رو بکن. یاد بگیر هر کاری که داری رو بیشتر جدیش بگیری. نقاشی میکشی، منشی هستی، کارمند هستی، بیزینس خودت رو راه انداختی، فعلا پول در نمیاری، زبان تدریس میکنی، دانشجو هستی. هر کاری که میکنی رو یاد بگیر که خیلی بیشتر بهش توجه کنی، بیشتر از همیشه. از شغلت متنفری، صرفا داری این کار رو انجام میدی که پول در بیاری، یه کوچولو بیشتر از همیشه تو این 3 ماه بهش اهمیت بده. جوری انجامش بده که انگار عاشقشی، انگار که به دنیا اومدی که این کار رو انجام بدی. فیلم بازی کن. 3 ماه فیک باش. 3 ماه به صورت فیک عاشق شغلت باش. هر کاری که داری انجامش میدی. مادری، زن خونه داری، جوری رفتار کن که انگار تو به دنیا اومدی که مادر باشی. تو به دنیا اومدی که این بچه رو بزرگ کنی. چون این بچه قراره به یه جایی برسه. این بچه قراره یه آدم مهمی بشه و تو پشت صحنه این اتفاق مهمی. و یاد بگیر که راحت نبگی. نگفتن رو یاد بگیر. خیلی از ماها نگفتن رو بلد نیستیم. فکر میکنیم بلدیم. 90%مون بلد نیستیم. به این دلیل که توی نگفتن یا احساس عذاب وجدان داریم یا احساس فومو بهمون دست میده. فومو یعنی ترس از دست دادن. یعنی یا برای اون طرف ناراحتیم یا برای خودمون ناراحتیم. بدون شرمندگی، بدون حس عذاب وجدان یاد بگیر که نبگی. ما خیلی وقتا اسیر رابطه‌ها و موقعیت‌هایی هستیم که نتونستیم نبگیم. یادت باشه که تو فقط خودت رو داری و هیچ کس جز تو به فکر تو نیست.